فصل 3 نوسان و موج. براتون بالای این صفحه یک باکس گذاشتم. تعریف نوسان هست. این تعریف رو باید بلد باشین. هرگاه متحرک روی مسیر معین رفت و آمد کند نوسان کرده است. براتون میاد شروع فصل مثال میزنه از نوسان. دنیای ما پر از نوسان است. ضربان قلب انسان، تاب خوردن، بالا و پایین رفتن سرنشینان کشتی روی امواج خروشان دریا، زمین لرزه، نمونه های از این دست هستند. مطالعه و کنترل نوسان ها در سامانه های مختلف دو هدف اصلی فیزیکدان ها و مهندسان است. پس باید توی مبحث نوسان اولا مطالعه داشته باشن روی نوسان ها و بعد بتونن کنترلشون کنن، مخصوصا توی چیزایی مثل زمین لرزه. در این فصل از نوعی از نوسان موسوم به نوسان دوره‌ای و نمونه مشهور از این نوع نوسان ها به نام حرکت هماهنگ ساده را بررسی میکنیم. بچه ببینید، من این پایین گوشه سمت راست یه باکس سبز براتون گذاشتم. داخلش نوشتم نوسان رو دو نوع تقسیم بندی میکنیم براشون. یا میگیم نوسان دوره‌ای هست، یعنی به طور منظم تکرار میشه، پس داره چرخه یا سیکل هستش. یا غیر دوره‌ای هست، یعنی غیر منظم هست. حالا اگه نوسان من منظم باشه، دوره‌ای باشه، یه نمونهش حرکت هماهنگ ساده هست. در ادامه توی این فصل میگه با پدیده تشدید سپس با موج و انواع آن آشنا میشویم و آنگاه موجهای عرضی و طولی رو بررسی میکنیم. نمونه ای از موجهای عرضی مهمه، کنارش نوشتم مهم، 2 جمله مهم توش میگه. نمونه ای از موجهای عرضی که در این فصل بررسی میشود امواج الکترومغناطیس است و از جمله نور مرئی. نمونه از موجهای طولی که مورد بررسی قرار میگیرد امواج صوتی هستند. پس ما میگیم امواج رو یه مدل دیگه هم دسته بندیشون میکنیم، میگیم یا امواج طولی یا عرضی هستن. برای امواج عرضی امواج الکترومغناطیس که یکی از نمونه هاش نور مرئی، و برای امواج طولی یه نمونه براش مثال میزنه موج صوتی. چرخه یا سیکل بلد باش. نقش های از یک رویداد که به طور منظم تکرار می شوند یک چرخه یا سیکل می گویند. به شکل نگاه کنید. شکل یه نوار قلب هست و من براتون چرخه رو روی شکل نشون دادم. از یک پیک تا پیک بعدی یک چرخه هست، یعنی این پیک داره تکرار میشه. ببین داره میگه چی تو تعریف چرخه؟ نقش های از یک رویداد که به طور منظم تکرار میشود. حالا اینجا کتاب میاد نوسان دوره‌ای رو تعریف میکنه. میگه نوسان ها میتوانند دوره‌ای یا غیر دوره‌ای باشند. مثلا شکل 2-3 یعنی همین نوار قلب رو داره توضیح میده. تصویری از ضرباهنگ قلب یک شخص را نشان میدهد که در هر دقیقه 65 بار میزند. نقش های این تصویر به طور منظم تکرار می شوند که به آن چرخه یا سیکل نوسان گفته می شود. چنین نوسان هایی را که هر چرخه آن در دوره های دیگر دقیقاً تکرار شود نوسان دوره‌ای میگن. پس نوسانی که به طور منظم تکرار میشه، یعنی دارای چرخه است، دارای سیکله، بهش میگیم نوسان دوره‌ای. سال امتحان‌های پارسال بود، یعنی سال امتحان‌های سال 98 که به دانش آموزا گفته بود که همین شکل رو داده بود، یه نوار قلب داده بود، گفته بود که چه نوع حرکتی هست. باید دانش آموز میگفت که حرکتش یک حرکت دوره‌ای منظم هست. ببینید گفته چنین نوسان‌هایی را که هر چرخه آن در دورهای دیگر تکرار شود نوسان دوره‌ای میگویند. اگر در مورد نوار قلب بخواید یه نگاهی بندازید، باید بدونید که اگر کسی حالا مثلا مشکل قلبی داشته باشه یا ناراحتی هایی داشته باشه، این پیک های پایین قدشون بلند میشه و
اگر که یه شخصی سالم باشه باید این چرخه براش تکرار بشه، یعنی قلب سالم باید یه حرکت دوره‌ای رو داشته باشه، یعنی این سیکل رو داشته باشه، این چرخه ها رو داشته باشه. پس حواست باشه این یک حرکت دوره‌ای منظم هستش. بعد میاد دوره تناوب رو براتون تعریف میکنه، براتون هایلایت کردم. مهم تعریفش مدت زمان یک چرخه رو بهش میگیم دوره تناوب. یعنی نگاه کنین روی این نوار قلبه، از این پیک بلنده تا پیک بلنده بعدی یک چرخه هست دیگه. حالا چقدر طول کشیده به این زمان میگیم، حالا هر چقدری که هست میگیم یک دوره تناوب. بنا به این تعریف دوره تناوب ضربان قلب این شخص یک 65 دقیقه یا 92 صدم ثانیه است. چرا میگه یک 65 دقیقه؟ چون قلبش در هر دقیقه 65 بار میزده. خب حالا بسامد رو براتون تعریف میکنه. بسامد یا فرکانس تعداد نوسان‌های انجام شده در هر ثانیه رو بهش میگیم فرکانس یا بسامد. تعریف مهمیه، توی کارت رو نوشتم براتون. بسامد این تعریفش هست، باید بلد باشی. بسامد رو با حرف اف کوچیک نشون میدن و اف رابطش با دوره تناوب به این صورت هست که اف میشه 1/T. واحد بسامد رو ببین، چون برعکسی دوره هست و دوره واحدش زمان هست، پس میشه 1/ثانیه. 1/ثانیه رو با هرتز نشون میدیم. گفته یکای بسامد در اس آی هرتز است که به افتخار فیزیکدان آلمانی هاینریش هرتز نامگذاری شده است. میگه 1 هرتز میشه چرخه بر ثانیه یا 1/ثانیه. بعد میگه بسامد قلب این شخص رو بگید چقدره. خب بسامد مگه اف نمیشه 1/T، میشه 1/92 صدم. 1/92 صدم هم که همون تقریبا 1.8 هرتز میشه. پس حل اینو ننوشتم، فقط گفتمش براتون. حرکت هماهنگ ساده رو براتون معرفی میکنه. میگه در بخش پیش با نمونه از یک نوسان دوره‌ای آشنا شدیم. شکل 3 دو نمونه دیگر از نوسان‌های دوره‌ای را با رسم نمودار مکان زمان آنها نشان میدهد. هر دوی این نوسان‌ها دوره‌ای هستند، ولی نوسان شکل به طور سینوسی رخ داده است. حالا اینجا را خط کشیدم براتون و مهمه. به نوسان‌های سینوسی حرکت هماهنگ ساده گفته می شود. حرکت هماهنگ ساده مبنایی برای درک هر نوع نوسان دوره‌ای دیگر است، زیرا در سطوح بالاتر نشان داده می شود که هر نوسان دوره‌ای را می توان مجموعی از نوسان‌های سینوسی در نظر گرفت. یک نمونه معروف، دوباره مهمه، یک نمونه معروف از حرکت هماهنگ ساده جرمی است که با یک فنر نوسان میکنه، که بهش میگیم نوسانگر وزن فنر. به شکل نگاه کنید، یه وزنه از روی فنر، این جرم وزنه در واقع داره با این فنره با هم دیگه نوسان میکنه. جسم متصل به فنری را نشان میدهد که روی سطح افقی بدون استکاک، دقت کنید بدون استکاک هست، چون بعد میخوایم تو مبحث انرژی مکانیکی از این جمله استفاده کنیم، بگیم چون بدون استکاک بود انرژی مکانیکی پایست است. اگر جسم به اندازه چند سانتیمتر کشیده و سپس رها شود، پس میخوایم وزنه رو بکشیم و رهاش کنیم، به جلو و عقب نوسان خواهد کرد. اگر مکان جسم را در بازه‌های زمانی متوالی و یکسان ثبت کنیم، به نمودار سینوسی میرسیم که در این شکل نشان داده شده است. پس ببین هر لحظهش رو بیایم ما براش مکانش رو یادداشت کنیم، هی با کرونومتر زمان بگیریم، نمودار رو رسم کنیم، یک نمودار سینوسی میشه. در این شکل جسم بین منفی آ و مثبت آ، شکل 4 رو داره توضیح میده. میگه 2 تا نقطه اسمشون رو بذاریم مثبت آ منفی آ، کجا و کجا هستن؟ اون 2 تا نقطه هستن که نوسانگر وزن فنر تا اون حد بیشتر عقب و جلو نمیتونه بره، یعنی از اون دیگه جلوتر یا عقبتر نمیتونه بره، که در این شکل بین x منفی آ و x مثبت آ به جلو و عقب می رود که در آن آ دامنه حرکت است. حالا خیلی تعریف مهمیه، براتون هایلایت سبز کردم، حفظ می کنید. به عبارتی دامنه حرکت بیشینه فاصله جسم از نقطه تعادل است. توجه کنید که دوباره مهمه، دامنه فاصله بین دو انتهای مسیر نیست،
پس بچه دامنه فاصله بین دو انتهای مسیر نیست، فقط میشه از مرکز نوسان تا کجا؟ تا جایی که نوسانگر تا اون حد جلو رفته یا تا اون حد عقب رفته. بقیه جملات رو دقت کنید. همانطور که دیدیم در حرکت هماهنگ ساده نمودار مکان زمان نمودار سینوسی است، یعنی مکان یا جابجایی نسبت به نقطه تعادل را میتوان به صورت تابعی سینوسی یا کوسینوسی از زمان تی نوشت. در این کتاب برای سادگی تابع کوسینوس را برمیگزینیم، یعنی فرض میکنیم در لحظه صفر نوسانگر در مکان بیشینه است. بچه این فرض خیلی باش کار داریم تو مبحث انرژی. پس فرض کنیم توی لحظه صفر توی مکان بیشینه است، یعنی توی مثبت آ هست. بنابراین مکان ایکس تی نوسانگر رو میخوایم به این صورت میتونیم بنویسیم آ کوسینوس اومگا تی. بهش میگیم معادله حرکت، معادله مکان زمان در حرکت هماهنگ ساده، که در این رابطه اومگا بسامد زاویه‌ای نوسانگر است با اون بسامد خالی که با اف نشون میدادیم اون قاطی نکنید، و برابر است با 2 که میشه 2 pf. درسته؟ چون 1/T میشد f، پس به جای 2p به روی t میتونیم بنویسیم 2pf. فرمول دیگه و فرمولا رو حفظ کنید. یک کای بسامد زاویه‌ای در اس‌آی رادیان بر ثانیه است. توجه کنید که در رابطه 2-3 شناسه تابع کوسینوس یعنی اومگا تی بر حسب رادیان است. نموداری از این تابع رو میگه توی شکل 5 دارید میبینید. میخواد این شکل رو اینجا کشیده که شما مثلا بدونید وقتی نمودار بهتون میدن مثبت آ، منفی آ، دور تناوب، اینا رو بتونید از روی نمودار مشخص کنید. اگر به حرکت سامانه جرم فنر توجه کنید در میابید که وقتی نوسانگر در مثبت آ یا منفی آ است سرعت آن برابر 0 است. چرا بچه‌ها؟ به شکل نگاه کنید. وقتی نوسانگر توی نقاط ماکسیموممون هست، یعنی توی مثبت آ یا منفی آ، اون ابتدا و انتها هستش، مسلماً مجبوره یه دور بیسته تا دوباره هی برگرده دیگه. پس سرعت 0 میشه. به این نقطه ها اصطلاحاً نقاط بازگشت حرکت میگوین. همچنین وقتی که x برابر 0 میشه یعنی نوسانگر کجا هست؟ تو مرکز نوسان یا همون نقطه تعادل. اندازه سرعت بیشینه است، یعنی بسته به اینکه جسم در جهت مثبت x یا منفی x از نقطه تعادل میگذره ما میتونیم بگیم اونجا وی مون میشه مثبت وی ماکسیموم یا منفی وی ماکسیموم، یعنی بستگی به حرکتمون داره دیگه. اگه نوسانگر داره میره به سمت منفی ها میشه منفی وی ماکسیموم، داره میره به سمت مثبت وی ماکسیموم. میگه حالا بحث کوتاهی که درباره سرعت نوسانگر انجام دادیم برای سامانه جرم فنر بود، ولی برای هر نوسانگر هماهنگ ساده از جمله آونگ ساده هم که بعد جلوتر میریم این رابطه برقراره.